دوستان و هموطنان خوبم، من لادن همایون صفت به عنوان یک زن رزمیکار ایرانی همیشه در کنار مردم بودم، هستم و خواهم بود، بدون هیچ ادعایی، هیچ نشونی، ولی پیام رسون. کشور ما ایران 7000 سال هست که تمدن داره با هویتی مشخص. هیچ کس نمیتونه اون رو از ما بگیره و یا کمرنگش کنه. مردم و جوانای امروزی ایران رو کسی نمیتونه گول بزنه. دختری که کشته شد، دختر کردی که کشته شد، کل ایران به عزاش نشست. کل بلوچ، لور، سیستانی، ترک، گیلک و غیره به ماتمش نشستند و برای خونخواهیش حرکت کردند، بلند شدند. برای ایرانی و برای ایران. در اینجا من به عنوان یکی از اعضای کوچک خانواده ورزشی ایران از تمام ورزشکاران و مخصوصاً جامعه ورزش‌های رزمی ایران، اساتید ایرانی، اساتید ورزش‌های رزمی ایرانی دعوت میکنم که در کنار مردم ایران بایستیم. ماها قسم خوردیم، ماها سوگندنامه یاد کردیم که در برابر ظلم بایستیم و بقیه رو حمایت بکنیم و ازشون دفاع کنیم. خواهش میکنم نذارید رو سیاهیش برامون بمونه. فلسفه ورزش رزمی، فلسفه ورزشی چیز دیگه ایه. امروز روزشه که باید نشون بدیم، نه در میادین مسابقات ورزشی. الان در همین لحظه ما باید نشون بدیم که چه آموختیم. کمربند مشکی چه؟ معنیش چیه؟ ما باید از تاریخ چند هزار سالمون حداقل یاد بگیریم، اگر نه همین امروز بهش عمل کنیم، برای ایران حرکت کنیم، برای هدف مشخصمون و مشترکمون در کنار هم به جلو بریم و بعد ما میمونیم و خورشید ایران به امید اون روز.